مقامات کانیبادام روز 12 فوریه گفتند که ساکنان ناحیه‌های نزدیک‌مرزی تاجیکستان و ازبکستان حق پیدا کردند برای 5 شبانه روز بدون دریافت برقیه یا دعوتنامه به منطقه‌های یکدیگر سفر کنند. اما ساکنان شهر و ناحیه‌های دیگر موظفند برای عبور مرز ویزا بگیرند. در گذشته ساکنان شهر کانیبادام برای اشتراک در مراسم خرسندی یا عزای نزدیکان و دوستان مجبور بودند از آن طرف مرز برقیه یا دعوتنامه دریافت کنند. فردوس یادگاری معاون اول رئیس شهر کانیبادام روز 12 فوریه به رادیوی آزادی گفت که جانب ازبکستان قاعده تنها توسط برقیه سفر کردن را برداشته است. پتر اندرخان یکی از 9 گذرگاه سرحدی ماشینگرد بین تاجیکستان و ازبکستان است که برای رویهای آزادانه شهروندان و نقلیات آنها از سال 2009 بسته بود. در شمال تاجیکستان سالهای آخر تنها گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبک در ناحیه مسچاه برای رویهای ساکنان با ویزا و برقیه و نقلیات هر دو کشور و ترانزیتی به طریق شبانه روزی باز بود. از این پیش ماه اکتبر سال گذشته دیوار گذرگاه مرزی بین تاجیکستان با ازبکستان در شهر پنجکند برچیده شد و در نزد گذرگاه جرتپه که 7 سال باز بسته بود ساختمان ترمینال ناوی گمرکی در حال انجامیابی است. برچیده شدن دیوار و ساختمان ترمینال ناوی گمرکی در نزد این گذرگاه ساکنان را به آغاز تجارت و رویها در بین دو کشور خوشبین کرده است. این همه دیگرگونی ها در پی درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف امکان پذیر شد. روابط تاجیکستان و ازبکستان از تیر ماه سال 2016 به گرمی گروید و رهبران دو کشور بارها در حاشیه ملاقات منطقوی گفتگو داشتند.